سلام علیکم. حالتون چطوره بچه‌ها؟ امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. خب با یه ویدیوی خاص دیگه اومدم پیش شما. توی این ویدیو می‌خوایم یه دونه اسلحه AR-15-300 Blackout رو بگیریم، به صورت آنلاین سفارش بدیم و مراحلش رو با هم دیگه ببینیم که چطوری هستش. خب توی آمریکا اصولا شما وقتی که اسلحه رو سفارش میدین، اونم به صورت آنلاین، باید یه سری مغازه‌هایی که لایسنس دارن LLC هستن رو پیدا بکنید اینجا که اسلحه شما به اون کمپانی ارسال بشه. وقتی که آنلاین می‌خرین و آدرس اون کمپانی رو بدین و به محض اینکه اسلحه شما تحویل داده میشه با پست به اون کمپانی، به شما یا ایمیل میزنن یا از همون مغازه‌ای که شما اسلحه‌تون فرستاده شده بهتون زنگ میزنن و میگن که اسلحه شما رسیده و بیاین کارهای ترانسفرش رو انجام. کارهای ترانسفرش هم اینجوری است که شما یه هزینه حدود 45 تا 50 دلار رو باید بدین، چون بعضی از کمپانیایی که اسلحه سازی میکنن توی آمریکا خب توی اون استیتی که شما هستین نیست و از استیت دیگه مجبورن که اسلحه رو بفرستن و قانون‌های استیت‌ها یه مقداری متفاوت هست. برای همین شما باید هزینه ترانسفر رو بدین و کارهای ترانسفر رو انجام بدین. و یه فرم دیگه هم هست که مخصوص خرید تفنگ هست که فرقی نمیکنه توی چه ایالتی هستین یا چه اسلحه‌ای رو می‌خواید بخرین. اون فرم بک‌گراند شما هستش که شما اونو پر می‌کنین، یه سری سوالاتی رو جواب میدین. فقط می‌خوام ببینن که شما مشکل یا زمینه جنایی نداشتین توی امریکا که بتونن اسلحه بهتون بفروشن. وقتی که اون فرم پر می‌کنین، بک‌گراند چکتون رو انجام میدین، حدود 10 تا 15 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه و اسلحه رو به شما تحویل میدن. خب مثل همیشه لایک، سابسکرایب یادتون نره، این زنگوله رو هم بزنین، ما رو به دوستای خودتون معرفی کنین، بریم با هم دیگه اسلحه رو بخریم و وقتی که رسید بریم تحویلش بگیریم و اتچمنتاش هم با هم دیگه وصل کنیم و لذتش رو ببریم. خب اسلحه‌ای که ما می‌خوایم بگیریم و می‌خوایم از کمپانی بیر کریک آرسنال بخریم که جزء اسلحه‌های AR-15 هستش. خود AR-15 رایفلز ها رو ما باید بریم. حالی این اسلحه‌ای هستش که ما می‌خوایم بخریم و سفارشش بدیم که بیاد. خب بچه‌ها من اسلحه رو سفارش دادم و الان می‌خوام که دوربین دید در شبم رو سفارش بدم. دوربینی که مد نظر من هستش این هستش که می‌خوام بگیرم. ATN یه دوربین دید در شب خیلی خوب و باحال هستش که همونجوری که شما می‌بینید توی تصاویرش بهتون به صورت ترما دید در شب رو میده که حرارتی هم هست و میتونین باش یه شب راحت چکار بند. یه پایه کاربون فایبر خیلی خوب و باحال. این هم سفارش بدیم ادی کارت و بریم که پرداخت کنیم و بریم منتظر باشیم تا به دستمون برسه و با هم دیگه ببینیم. سلام علیکم، حالتون چونه؟ خب بچه‌ها من الان امروز فردای روزی هستش که من اسلحه رو سفارش دادم و از دیشب که اسلحه رو سفارش دادم همش تو ذهنم این بود که خب من که پرینتر 3 بعدی دارم، چرا تفنگم رو آپگرید نکنم. و از دیشب و امروز صبح یه مقداری روی نرم افزار بلندر کار کردم و یه دونه فوروارد گریپ و یه دونه ریر گریپ، یعنی دو تا ریر گریپ طراحی کردم و همونجوری که می‌بینین اینجا گذاشتمشون، میخوام پرینتشون بکنم و به واسه اینکه اصلا برسه میخوام اینا رو روی اسلحه وصلش کنم. همونجوری که توی تصویر می‌بینین من دوتا ریر گریپ گذاشتم یا همون دسته اسلحه رو گذاشتم که من این مدل لونه زنبوریش رو زیاد دوست ندارم، اما این یکی زاویه دست خیلی راحت تری داره و این برجستگیایی هم که روش داره باعث میشه که علاقه دست خوب بگیره. خب نگه می‌داریم با این گریپ جلو که جفتشون رو با هم دیگه بریم چاپ بکنیم و اسلحه‌مون که رسید نصبش می‌کنیم. خب بچه‌ها پرینتر 3 بعدی ما هم کارشو انجام داد و چاپو زد واسمون. بذاریم یه مقداری خنک بشه بعد من بکنمش و اصلا که رسید وصلش کنیم. خب این هم از حجمی که چاپ کردیم همونجوری که می‌بینید عین تصویر همونی شد که باب دلم بود. سلام علیکم. خب بچه‌ها امروز 2 روزه که از روی سفارشی که واسه دوربین دید در شبمون دادیم گذشته و امروز قراره که دوربینمون تحویل داده بشه. توی موبایلم چک کردم توی اپلیکیشن آمازون همین دور و بر همین نزدیکی‌ها بود. فکر می‌کنم 3-4 تا استپ دیگه به ما برسه و تحویلمون بده. اوه یس رسید بچه‌ها، بریم در باز کنیم بستر برداریم. بستمون رسید. به بریم ما هم دیگه بازش کنیم ببینیم چی داره. خب این هم از دوربین دید در شب ما همونجوری که توی تصویر می‌دیدیم و توی آمازون سفارش دادیم رسید. حالا من از قبل بازش کردم برای اینکه وقت ویدیومون گرفته نشه یه معرفی کوچولو می‌کنیم و می‌ریم ویدیومون. خب همونجوری که می‌بینین این دفترچه راهنماش هست که نشون میده که چیه و چطوری میشه ازش استفاده کرد. داخل تصویر می‌تونین ببینین همه
مراحل تنظیمش رو توضیح داده به صورت کامل و تصویری. بسیار راحت میشه اسلحه رو تنظیم کرد. خوبی این دوربین اینه که با یک گلوله شما میتونین دوربینتون رو تنظیم کنین. نیازی نیست که 3 تا گلوله بزنین یا همون 3 شلیک رو انجام بدین که بتونین هدفتون رو دقیق با دقت بزنین. داخل خود جعبه یه دونه چراغ قوه IR Illuminator گذاشتن که خیلی کمک میکنه برای دید در شب. وقتی این چراغ قوه رو شما روشن میکنین هیچ نوری ازش ساطع نمیشه. نور ماور بنفش داره، اصلا مشخص نیست، هیچ نوری ازش خارج نمیشه. ولی وقتی که از لنز دوربین شما نگاه میکنین همه جا رو به صورت شفاف و کاملا واضح نشون میده بهتون. لنز دیجیتال داره و به صورت دیجیتال یه دونه مانیتور داخلش هست و شما میتونید تصویر واضح و کامل ببینید. تصویر داخل دوربین مثل دقیقاً تصویری هست که شما اینجا میبینید. به همین شکل و همین صورت نشون میده مقداری که باتری داخلشه، مقداری مموری داخل دوربین چقدر هستش، چند درجه هستش و میتونین این تریگر وسطش رو هم عوض بکنید. شما همه این رو میتونید یا به صورت قرمز به اضافه‌ای و یا نقطه‌ای یا هر حالتی که خودتون تمایل داشته باشین میتونید تغییرش بدین و اینجا توی تصویر اگه مشخص باشه میتونید هر نوعی رو که دلتون بخواد بذارین و انتخاب. حالا به غیر از مزیت دید در شبی که داره اینه که شما میتونید فاصله خودتون رو با هدفتون مشخص کنید. اگه میرین شکار و دوربین فاصله یاب رو ندارین شما میتونید از این دوربین استفاده بکنین و بهتون فاصله دقیق هدفتون رو نشون میده. شما فقط باید بالای سر هدف و پایین پای هدف رو بهش نشون بدین و اون طبق زاویه‌ای که به دست میاره فاصله دوربین شما رو تا هدف رو بهتون مشخص میکنه. خب زیاد وقتتون رو نگیرم، بریم اینو کلا اسمبل بکنیم، وصلش کنیم. این هم پایه تفنگمونه، کربن فایبری بود که سفارش دادیم. خیلی مخلصیم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خب بچه‌ها امروز روز پنجمیه که از زمانی که ما از سر سفارش دادیم داره میگذره و 2 تا خبر دارم، خبر خوب و خبر بد. اول خبر بد رو بگم. خبر بد این که من بیرون بودم و متاسفانه نه میکروفونم همراهم بود و نه دوربینم که بتونم واسهتون فیلم برداری. و خبر خوش این که اصلاًمون رسید. اصلاًمون بالاخره بعد از 5 روز رسید. ولی خب اصلا ظاهرا روز 4 بوده دلیور شده به شلز و از شلز امروز به زنگ زدن یه مقداری سرشون شلوغ بوده، وقت نکرده بودن دیروز تماس بگیرن و اصلا ما رسید. همون جوری که منتظرش بودیم اصلا همون رسیدش. کرک آرسنال خیلی عالی. اصلا امیدوارم که معلوم باشه داخل تصویر. حالا اصلا رو من آنباکسش میکنم و اون دوربینی هم که سفارش داده بودیم با پایه تفنگی که سفارش داده بودیم اونا هم روش نصب میکنیم و میریم ازش تست شلیک میگیریم ببینیم چه اسلحه‌ای. امیدوارم که اسلحه خوب باشه. خیلی مخلصیم. خب بچه‌ها همونجوری که داریم میبینین من اسلحه رو تکمیلش کردم، پایه رو نصب کردم واسش، آیر ایلیمینیتورش رو نصب کردم، دوربین در شبمون رو نصب کردیم. اون دو تا قطعه‌ای هم که با پرینتر بودی پرینت کرده بودیم، فرانت گریپ و ریر گریپش همونجوری که دارین توی تصویر میبینین رو هم وصل کردم. اصلا فکرشو نمی‌کردم که اینقدر خوب و باحال در بیاد. یه چیز خیلی لاکچری و خفنی شده. من که خودم خیلی حال کردم و خیلی دوست دارم باهاش شلیک کنم. دستش خیلی خوبه، وقتی که توی دست میگیری اصلا یه حس خیلی خوبی داره، خیلی خوبه. یعنی از اورجینالی که خودش داشت اینه واقعا خیلی بهتر و متفاوت‌تره همونجوری که دارین مقایسه می‌کنین. من یکی که خیلی حال کردم باش. خب من سوپرسر یا صدا خفه کن رو روش ببندم و بریم ما هم دیگه تست شلیک بگیریم و حالش رو ببریم. خب سلام علیکم. امروز ما می‌خوایم بریم این اسلحه رو تستش کنیم، باش تست شلیک بگیریم. همونجوری که می‌بینین همه اتچمنتاشو بهش وصل کردم و می‌خوام ببرمش و تست شلیک بگیرم. اما یه سورپرایز باحال داریم. سورپرایزمونم شیرین خانومه. امروز شیرین می‌خواد واسمون شلیک کنه به جای من و قراره تفنگو بدم به شیرین که شلیک کنه. شیرین بیا. سلام بچه‌ها. سلام علیکم. خب ببین امروز به جای اینکه من شلیک کنم قراره این تفنگو بدم تو شلیک کنی باش. میدونم حالا از قبل تمرین کردم با که چطوری گلنگ دنا رو بکشی و چجوری اسلحه رو بگیری و شلیک کنی. آماده بریم؟ بزن بریم. بریم. Let's go. نمیتونم ببینم. آها حالا دیدم. ولی هدفو نمیبینم. به چرخون تا ببینی. بزنم؟ بزن.
خب بچه‌ها امیدوارم که مثل همیشه از ویدیو خوشتون اومده باشه. ما رو فالو کنین، مثل همیشه لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. من کامنت های همتون رو میخونم و تا اونجایی که بتونم جوابتون رو میدم. زنگوله رو بزنین، پیج ما رو فالو داشته باشین، به دوستانتون معرفی کنین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.